اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. تبریک عرض میکنم به همه شما برادران و خواهران عزیزمون، ساکنان شهر تامپا در ایالت فلوریدا در کشور آمریکا، در مسجد IEC. عید پیروزی انقلاب اسلامی رو که حقیقتاً عیدی است برای همه مسلمین و همه مستضعفین و 44مین سالگرد این پیروزی رو با هم جشن میگیریم. سوالی که گاهی مطرحه اینه که آیا در این 44 سال ما به سمت پیشرفت حرکت کردیم یا توقف کردیم یا خدای نکرده عقب رفتیم از آن چیزی که در زمان پهلوی داشتیم، و اگر هم دستاوردی احیانا به چشم میخوره در این مملکت، خیلی‌ها تحلیلشون اینه که هر حکومت دیگری هم بود همین اتفاق میافتاد و اینها در واقع این پیشرفت‌های جبری است و محصول سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و دولت‌ها و اینها نیست و ما باید نقاط ضعف رو فقط نگاه کنیم و ببینیم که ما چقدر اشکال و آسیب داریم. اینها معلول کار حاکمیت. پیشرفت‌ها که به هر حال طبیعی است، هر حاکمیتی هم بود این پیشرفت‌ها رقم می‌خورد. خب یک کمی شاید گفتن این که این پیشرفت‌ها محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی است، پیشرفت‌هایی که به هر حال خیلیامون میدونیم در عرصه علمی، در عرصه بهداشتی، در عرصه نظامی و امنیتی، خیلی از اینها رو به هر حال همه اذعان میکنن. این که بخوایم بگیم اینها محصول سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در این 44 سال بوده، برای بسیاری از افراد باورش دشوار. برای همین ما چاره‌ای نداریم غیر از این که مقایسه بکنیم با کشورهایی که هم ارز ما بودن، اندازه‌شون از جهت فرهنگی و اقتصادی و تمدنی اندازه ما بود و تو یه نقطه بودیم. حالا ببینیم بعد از 44 سال ما در چه نقطه‌ای هستیم و اونهایی که انقلاب نکردن و به همون مسیر ادامه دادن الان در چه نقطه‌ای هستن. به نظر میرسه که یکی از بهترین کشورها برای مقایسه بین جمهوری اسلامی با اون کشور مصر باشه. چرا کشور مصر؟ از جهات مختلفی ما با کشور مصر شباهت داریم و دوران پهلوی هم اساساً دوران ارتباط خاص با کشور مصر و کشور مصر هم از جهت فرهنگی خیلی به ما شبیه. کشوری است که در جهان اسلام می درخشیده. بزرگترین قراء قرآن در کشور مصر بودن. ما همیشه قرائت قرآن رو با مصر و مصری ها می شناختیم. دانشگاه الازهر مهمترین دانشگاه جهان اسلام بوده در طول تاریخ. علماء اهل سنت و مفتیان مصری همیشه سرآمد بودن در جهان اسلام. نظریه پردازان مصری، روشنفکران مصری مثل جناب محمد عبدو و خیلی از شخصیت‌های دیگری که شناخته شدن در جهان اسلام، اینها مصری بودن و اتفاقا کشور مصر از جهاتی از کشور ما در زمان انقلاب کشور پیشرفته تری بود، هم از جهت فکری و فرهنگی، چون در ایران وضعیت علمی و فرهنگی ما بسیار افتضاح بود. کشوری بود که به ندرت درش کتابخانه پیدا میشد، مجامع علمی پیدا میشد، جلسات علمی به معنای دقیقش علمی اسلامی و مجامع علمی اسلامی به ندرت پیدا میشد، برعکس کشور
مصر که از این جهت خیلی غنی بود کشور مصر. و از جهت اقتصادی هم به هر حال کشوری بود که موقعیت جغرافیایی خاصی داشته. از ابتدا که حکومت فرعونیان بوده، مهد تمدن بوده مصر، به خاطر نقطه جغرافیایی که داشته، نزدیکیش به دریا، بهره‌مندی از دریا، منطقه آب و هوایی خوب و ویژه، و هم از جهت تمدنی کشور مصر با ایران قدیمی ترین و کهن‌ترین تمدن رو دارن، هم از جهت اقتصادی کشور مصر کشور پیشرفته‌ای بوده. اینها باعث شده بود که افتخار باشه برای پهلوی ها که وصلت کنند با کشور مصر. جالبه بدانید محمد رضا پهلوی داماد مصر و بنا بوده برای مملکت ما ولی عهدی بیافریند، به ارمغان بیاورد که یک رگش مصری باشه. محمد رضا به دستور رضا پهلوی، رضا شاه، با فوزیه ازدواج میکنه که خواهر پادشاه مصر بوده و به این انگیزه که فرزندی به دنیا بیاد که یک رگش مصری باشه. و باز جالب است بدانید که هم رضا شاه رو در مصر دفن کردن که البته بعد از مدتی قبرش رو جابجا کردن، و هم محمد رضا در مصر مدفونه. اینها بخشایی است که یه عده‌ای دوست ندارند بازخوانی بشه و مرور بشه مجدد که ایران همان مصر است در زمان پهلوی، بلکه چه بسا آرزو بوده، بلکه چه بسا مطلوب بوده برای حکومت پهلوی که مثل مصر بشه و پناه بوده حکومت مصر برای پهلوی در هر گرفتاری و گرداب سیاسی که میتونید مراجعه بکنید. هر وقت هوا پس میشد، اوضاع به هم میریخت، محمد رضا به مصر پناه می آورد و روابط بسیار خوبی با مصری ها داشت. خب عنوان این عرض بنده اینه، تیتر این سخنرانی در این چند دقیقه‌ای که مزاحمتون شدم اینه: مصر شاه، مصر خمینی. اگر ما انقلاب نمی کردیم، روندی که ادامه میدادیم چه روندی بود؟ همین است که الان در کشور مصر داریم میبینیم. ما مصر بودیم نهایتاً و باید ببینیم الان اوضاع مصر چه اوضاعی است. اگر میگن پیشرفت جبری است، خب طبعا باید مصر هم طی این 44 سال پیشرفت جبری کرده باشه. باید در صنایع هسته‌ای، نانو و دانش، مرزهای دانش، در بهداشت، در صنایع نظامی و امنیتی، در موقعیت دیپلماتیک و گفتمان بین المللی، باید در همه اینها میشد مثل جمهوری اسلامی، چون به هر حال اینا همه جبری است. خب یه مقایسه بکنیم بین مصر کنونی و ایران کنونی، ببینیم مصر الان در چه جایگاهی است و ایران در چه جایگاهی، با این نکته که کشور مصر در این 44 سال حتی یک روز از جانب هیچ کشوری تحریم نبوده. یک بار آمریکا بهش تشر نزده، در حالی که ما 44 ساله که در شدیدترین تحریم ها هستیم، هم در صنایع نظامی و دفاعی و هم تحریم علمی هستیم، حتی مقاله به ما نمیدن، و هم تحریم اقتصادی هستیم، تحریم هایی که خودشون گفتن تحریم های فلج کننده است. و کشور مصر تحریم نبوده در این 44 سال. و این نکته که کشور مصر روابط دیپلماتیک با همه دنیا داره، از جهت فرهنگی اسلام به معنای آن چیزی که ما مد نظرمونه در این کشور رایج نیست، حجاب در این کشور اجباری نیست، شرابخواری در این کشور آزاده. تلویزیون مصر تلویزیونی است که به هر حال مثل همه جای دنیا، همون جوری که همه جای دنیا نظام آموزشیشون، نظام رسانه‌ایشون برقراره، در کشور مصر هم به همین نحوه هیچ امتیاز ویژه‌ای کشور مصر از این جهات نداره. و ما 8 سال در جنگ نظامی بودیم که کشور مصر حتی یک روز هم در این 8 سال، یعنی در این 44 سال،
جنگ نظامی نداشته. ما به خاطر انقلابمون کلی از آمریکایی ها لگد خوردیم، در حالی که اوباما از انقلاب مصر حمایت کرد علیه حسنی مبارک و از این انقلابی ها پشتیبانی کرد. همه اینها رو بهش توجه داشته باشیم. با این حال ببینیم ما الان در چه اوضاعی هستیم و مصر در چه اوضاعی است. بنده یک گزارش اجمالی عرض میکنم، بیشترش رو به عهده دوستان میسپاریم، هم برای مطالعه هم برای پژوهش و استفاده هم میکنیم. اگر عزیزان پژوهش های خودشون رو در اختیار ما قرار بدن، مقایسه هایی که با آمارهای بین المللی میشه انجام داد بین ایران کنونی در سال 2023 میلادی و مصر کنونی. چند تا مؤلفه رو بنده فقط اشاره میکنم که میتونه به دوستان کمک بکنه. این نکته هم عرض بکنم که ما بعد از انقلاب البته با کشور مصر دچار تضاد شدیم و البته اینم باز خوبه بدونید، در پیروزی انقلاب، اول پیروزی انقلاب، امام خمینی تنها کشوری رو در منطقه که شبیه ایران میدونستن که اگر اونها هم قیام بکنن پیروز میشن و از جهات مختلف شبیه ایران بودن، این استعداد درشون بود برای اینکه انقلاب بکنن و پیروز بشن، تنها کشور رو امام خمینی کشور مصر دونستن. البته انقلاب اسلامی باعث شد که کشور مصر رابطش با ما خراب بشه و بیشتر رو آورد به اسرائیل و پیمان کمپ دیوید رو با اسرائیلی ها این قرارداد رو نوشتن و رسما مصر یک شریک منطقه‌ای، شریک درجه یک برای رژیم صهیونیستی به حساب اومده توی این 44 سال. انور سادات امام رضوان الله علیه رو، امام خمینی رو تعابیری براش به کار برده. بنده خجالت میکشم این تعابیر رو به کار ببرم، ولی دانستنش خوبه که بدانید این 44 سال چه روندی در مصر طی شد و این نقطه‌ای که از هم جدا شدیم ما و مصری ها. انور سادات امام خمینی رو ننگ دین اسلام دونست و عذر میخوام از همگی شما که احساساتتون جریحه دار میشه، امام رو یک بیمار روانی توصیف کرد و مراسم تدفین آنچنانی برای محمد رضا پهلوی برگزار کرد و در جنگ 8 ساله هم حامی درجه یک رژیم بعث عراق بود. خب حالا ببینیم الان اوضاع کنونی ما با اوضاع کنونی مصر در چه وضعیتی. چند تا نمونه عرض میکنم. در مورد کشور مصر، آمار واحد اقتصادی اروپا اینه که بیش از 60% مردم مصر زیرساخت‌های ابتدایی مثل شبکه آب آشامیدنی، برق مداوم و شبکه‌های تأمین انرژی رو ندارند یا دچار اختلال براشون. از جهت منابع گازی کشور بسیار غنی است ولی در تأمین انرژی مشکلات اساسی داره، در حالی که ما در ایران خطوط لوله کشی گازمون با ضریب نفوذ بالای 90% دومین شبکه بزرگ گازی جهان. از جهت تأمین برق و صنعت سدسازی ایران سومین کشور جهانه. این آمارا که داره عرض میشه به نسبت همین 44 ساله ها، توجه داشته باشید. و 100% شهرها و روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه برق متصلند. یعنی این آماری نبوده که مال زمان پهلوی باشه و فقط حفظ شده تا الان، نه خیر، همه اینا در این 44 سال رقم خورده. از جهت آموزش، نظام آموزشی و پیشرفت‌های علمی که اصلا خنده‌دار مقایسه ایران و مصر، ایران جز 10 کشور برتر علمی دنیاست از جهت پیشرفت علمی. مصر مشکلات بسیار زیادی داره در نظام آموزشی، تعداد دانشگاهاش بسیار کمه. دانشگاه قاهره که بهترین دانشگاه مصر رتبه 450 رو در دنیا داره. بر اساس آخرین آماری که از وزارت آموزش و پرورش مصر ما داریم 992,000 معلم مصری داریم، در حالی که تعداد دانش آموزان مصر بیش از 25 میلیون دانش آموزه.
در این حال در ایران ما بیش از 4,800,000 دانشجو داریم که از نظر کیفیت آموزشی هم 2 دانشگاه ایران در بین 100 دانشگاه برتر جهان قرار دارد. و در ایران ما از جهت برخی از علوم مثل علوم هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادین، لیزر و علوم فضایی جزو 10 کشور برتر جهانیم و مصر اصلاً به حساب نمیاد از جهت علمی در فضای دنیا. از جهت زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی مصر در زمینه جاده، راه آهن و فرودگاه مشکلات اساسی داره. وسعتی که این کشور داره با این وسعت که از ایران، کشور مصر بزرگتره و جمعیتش هم بیشتره، با این حال فقط 47,000 کیلومتر جاده داره، 9,000 کیلومتر راه آهن داره و فقط 30 تا فرودگاه داره، در حالی که ما در ایران 200,000 کیلومتر جاده داریم. بیش از 150,000 کیلومتر در این 40 سال فقط ساخته شده. در صنعت ریلی و خطوط راه آهن ایران 13,000 کیلومتر راه آهن داره و 95 فرودگاه الان داره، یعنی بیش از 3 برابر به نسبت مصر، در حالی که ما در صنعت هوایی در تمام این 40 سال تحریم بودیم و مصر همه جور امکاناتی داشته، بهترین روابط رو با اسرائیل و آمریکا داشته و از جهت حمل و نقل در اوضاع بسیار افتضاحی به سر میبرد. در زمینه صنعت فولاد مصر در حال حاضر سالانه 5 میلیون تن فولاد تولید میکنه، رتبه 27 جهانه، ولی ایران سالانه 33 میلیون تن فولاد تولید میکنه، در رتبه 13 دنیا قرار داره، بزرگترین تولید کننده فولاد، کشوری که در داد و ستد و نظام بانکی تحریمه، نمیتونه به کسی چیزی بفروشه، نمیتونه از کسی چیزی بخره، دلارش هم حتی تحریمه، فروش نفتش هم تحریمه. مصر 102 میلیون نفر جمعیت داره، یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان به حساب میاد، پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه است و سومین کشور پرجمعیت آفریقاست. انور سادات در همین 44 سال سیاست درهای باز رو اتخاذ کرد که این باعث شد به شدت اوضاع اقتصادی در مصر پایین بیاد و انتفاضه نان شکل بگیره که بعد از این بود که یارانه کالاهای اساسی رو با پیشنهاد بانک جهانی حذف کردند. برای این بود که اقتصاد مصر رو ملحق کنن به اقتصاد جهانی و این باعث شد که اوضاع مصر بدتر بشه. البته غربی ها به حسب ظاهر راضی بودن از این مسیر و از این روند، ولی مصری ها دچار فقر شدیدتری شدن تا جایی که امروزی که بنده و شما با هم صحبت میکنیم طبق برخی از آمارها بیش از 3 میلیون مصری در قبرستان زندگی میکنن. داخل قبرستان میخوابند، غذا درست میکنن، داخل خود قبرستان، یعنی روی قبرها خونه ساختند و محیطی رو آماده کردن. این کشور مصری است که محمد رضا افتخار میکرد به اینکه داماد این کشوره و میخواست الان حاکمی بعد از او بر من و شما حکومت بکنه که یه رگش مصری باشه، افتخار کنیم به اینکه ما حاکممون مصری است و قبر پدر بزرگ حاکممون در مصر، قبر رضا شاه در مصر. خب وضعیت تورم، بیکاری و فشار اقتصادی رو هم دیگه خودتون میتونید مطالعه بکنید که وضع بسیار بدی است در کشور مصر و همین ها هم بود که باعث شد مردم علیه حسنی مبارک قیام بکنن به امید بهبودی اوضاع که بهبود که پیدا نکرد بدتر هم شد شرایط مصر و چند دستگی شد. انقلابشون هم مصادره شد، همون انقلاب نیمبندی هم که داشتن با آرمانهای سطح پایینی هم که داشتن همونم به باد فنا رفت، همونم به نتیجه نرسید. کشورشون دچار آسیب‌های جدی‌تری شد و مشکلات فراوانی در این سالها براشون رقم خورد و سال 2009 بیکاری در مصر حدود 25% افزایش پیدا کرد
و تورمشون سال 2008 به 18% رسید. 43% از جوانای بیکار مصری مدرک دانشگاهی دارن، در حالی که جوانای بین 19 تا 29 سال بیش از 1/3 جمعیت این کشور رو تشکیل دادن، که نشون میده مصر کشور جوانی است، ولی طرد شدن از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، کشوری که حتی یک روز هم جنگ نظامی به خودش ندیده. و این نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر هم در این سالها افزایش پیدا کرده، جوری که پیش از سال 2011 نیمی از جمعیت 80 میلیون نفری اون موقع مصر زیر خط فقر بودن. 40 میلیون زیر خط فقر بودن و شرایط زندگی در اکثریت جمعیت مصر فقط شرایط نزدیک به حفظ بقاست. حدود 1/3 از اینها با درآمدی کمتر از $2 در روز زندگی میکنن. 1/3 دیگرشون در آستانه پیوستن به همچین وضعیتی هستند و آمارهای سازمان غذا و خاربار ملل متحد نشون میده 17% مردم مصر سوء تغذیه دارن. و از جهت در آخرین گزارشی که اومده در توسعه انسانی در مورد نابرابری در بین 145 کشور، مصر رتبه 119 بوده، که نشون میده چقدر شکاف اقتصادی و اجتماعی بین ملت مصر بالا بوده. از سال 2004 مصر بیش از 3000 تظاهرات کارگری داشته. دستمزد کارگرانش 26 ساله که تغییر نکرده، در حالی که قیمت مواد غذایی فقط در سال 2007 24% افزایش پیدا کرده. 58% از کل جمعیت مصر روستانشینن و کشاورزند. با این حال وضع کشاورزی در این کشور اوضاع بسیار بدی است، که اینم مختصری فقط عرض بکنم و وقت عزیزان بیش از این نگیرم. در مصر از هر 1 میلیون هکتار زمینی که زیر کشته حدود 900,000 تن گندم برداشت میشه، که نسبت به استانداردهای جهانی خیلی پایینه. و برای همین مصر سالانه 11 میلیارد دلار گندم وارد میکنه و بزرگترین وارد کننده گندم در آفریقاست. بیش از 42% غلاتی که مورد نیاز مصر از روسیه و اوکراین میاد. و یکم هم اگر جابجا بشه این مشکلی که در تامین نان دارن، باعث میشه که نارامی و شورش اجتماعی به وجود میاد. نخست وزیر مصر مصطفی مدبولی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران اوکراین تا 130 میلیارد پوند مصر یعنی 7 میلیارد دلار ضرر کرده و گفتش که اگه پیامدهای غیر مستقیم تحولات اوکراین هم بخوایم در نظر بگیریم میشه بیش از 18 میلیارد دلار، یعنی بیش از 18 میلیارد دلار هم باید اضافه کنیم. و مشکلات مالی هم زیاده با کمبود آرد و عرضه نان که یکی از چالش‌های امنیتی خطرناک بوده از سال 2013 برای دولت مصر، در حالی که ما در ایران با همه تحریم‌ها و مشکلاتی که داشتیم تونستیم با تولید 2.2 میلیون تن گندم در هر 1 میلیون هکتار کشور این کشور رو از واردات بی‌نیاز بکنیم. از جهت ضریب نفوذ اینترنت تفاوت فاحشی است بین ایران و مصر. در مصر ضریب نفوذ اینترنت بسیار پایینه. در این کشور 44%. از جمعیت 100 میلیونی این کشور فقط 32 میلیون نفر اینترنت دارن روی تلفن همراهشون، در حالی که در ایران ضریب نفوذ اینترنت 89%. 53 میلیون نفر از 80 میلیون ایرانی خدمات اینترنت روی تلفن همراه دارن. از جهت بدهکاری خارجی هم کشور مصر یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست و با ورشکستگی مواجهه. مصر رتبه 5 ورشکستگی رو داره در دنیا. این محدود بدهی‌ها نمیشه، ماه به ماه تورم افزایش پیدا میکنه. پول ملی مصر در مسیر سقوط و دائما افت قابل توجه داره. این هم توجه داشته باشید که کشوری است که قطب گردشگری دنیاست، کشور مصر، و از اون عجایب هفتگانه تعدادیش در کشور مصر و اون وضعی که باید این گردشگری و خصوصا که هیچ مانعی هم از جهت پذیرش گردشگری اونها ندارن، هتلاش همه جور خدماتی داره و کشوری است که کاملا آزاد و رهاست از هر جهتی. با این حال درآمد گردشگری و بسیار پایین، حواله‌های مالی کارگران خارج نشینش بسیار
کاهش پیدا کرده و اینها تأثیر گذاشته روی زندگی مردم. وام‌های صندوق بین‌المللی پول و درآمدهایی که از فروش اوراق قرضه دولتی حاصل میشه بخش اصلی منابع درآمدی مصر رو تشکیل دادن و طی سالهای گذشته 20 میلیارد دلار صندوق بین‌المللی پول به قاهره وام پرداخت کرده و گزارش‌های بین‌المللی پیش بینی میکنه که مجموع بدهی‌های خارجی و داخلی مصر در امسال به 94% مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور برسه که میشه بیش از 400 میلیارد دلار که بالاترین رقم میشه از سال 2013 تا به حال و پول ملیش دائما در حال تضعیفه، در حالی که ما تو ایران فقط 10 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم و نسبتش با تولید ناخالص اون میشه 2%. و از جهت نفوذ سیاسی و منطقه‌ای هم دیگه شما خودتون مقایسه بکنید قدرت جمهوری اسلامی رو و نفوذ گفتمانی او رو در عراق، یمن، سوریه، لبنان و کشورهای دیگه و وضع مصری که نمیتونه حتی به آمریکا نه بگه و یک نوکر دربسته برای آمریکا و این 40 سال، این 44 سال پیش روی ماست. بعضی میخوان ما رو با کشورهای دیگری مقایسه بکنن، اشکالی هم نداره. انشالله ما با این سرعت پیشرفتی داشتیم، با این حجمه سنگین که تا به حال تحمل کردیم و پیشرفت کردیم، از این به بعد اوضاعمون خیلی بهتر از وضعیت کنونیمون خواهد بود. ولی خوب است بدانیم و بدانند که ما رو باید با کشورهایی مثل کشور مصر مقایسه کرد و ببینیم مصر شاه اگر بودیم میشدیم مثل مصر کنونی و حالا مصر خمینی هستیم با همه این مشکلات که گاهی در مملکت خودمون ما در مراتب عالی در قوه قضاییه دولت و مجلس عناصر خائن داشتیم مثل بنی صدر و بنی صدرهایی که بعدها آمدن. همه این مشکلات رو لحاظ بکنیم، با این حال در مسیر پیشرفت بودیم و حتما انشاءالله همگی شما عزیزان پیروزی رو نزدیک خواهید دید و طعم پیروزی رو خواهید چشید. عذرخواهی میکنم بابت وقتی که از دوستان گرفتم. التماس دعا داریم از همه عزیزان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.